و این سرک برای تمام آبرین یا روی تمام شهروندان شهر مزار شریف باز میشه. بعضی پیاده را میموند، بعضی کسایی که خطرناک بود یا مزاحم میشد نمیموند، شک میکرد نمیموند. یک کسی دیگه آمده فعالیت های یوتیوب میکند که همتون با او شیره آشنایی دارین. کسی که از بلژیم آمده بود. د مهم اهداف څخه یو د سړکانو خلاصول دي، بل د پیاده رو خلاصول دي. بالکل. شما را خودیات مردم انتقاد میکنین ولی ما را خدا میدونه که چی خواهد گفتن اینا. خب استاد عطا محمد نور که در پیشوند نامش استاد بود و نام خودش نور است یعنی روشنایی، اما بی کارشانه که چی کار انجام داده بود. دیگه قرار است که همین لحظه همین را ورداره و این سرک برای آبرین باز بکند. منتظر هستم که کاری از او خلاص شد، بس ما کار خود شروع میکنم. با ما باشید. ما جوابی مردم که نمیتیم به خاطر که بار بار اینا را شکست دادیم. اینا توطئه کردن که ما 10 سال زندانی شدیم. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همتون جور و صحت و سلامت باشین. ما آمدیم پیش چاره استاد واصف باختری که چند ماه پیش هم گزارش گرفته بودیم. سرک را که شما در تصویر میبینید سرک است پیش روی خانه و مهمانخانه سیاسی استاد عطا محمد نور میگذرد، ولی دوران جمهوریت. در آن زمان از این سرک به خاطر تامین امنیت حتی میگه پشم پرزدانه نمیتونستن و مردم عادی از اینجا عبور کردن نمیتونستن. خودم شخصا از اینجا عبور نکرده بودم اگر راستش بگویم. امروز این سرک برای مردم عام فکر میکنم که باز میشه و موانعی که به خاطر تامین امنیت مهمانخانه سیاسی و خانه خود والی مانده شده بود امروز فکر میکنم که برداشته میشه و این سرک برای تمام آبرین یا روی تمام شهروندان شهر مزار شریف باز میشه. ما در هر جایی که رفتیم، در هر جایی که مصاحبه کردیم، گزارش گرفتیم، اولویت دادیم به منافع مردم، یعنی منافع شخصی را از هر کس که باشه، از هر حزب که باشه او را کنار گذاشتیم و اولویت دادیم به منافع عموم مردم. این هم مربوط به مردم می شود، مربوط به مردم عام می شود، ولو هر کس که باشد از اینجا باید عبور بکند. منتظر شاروال هستیم و امیل از که شما میبینید این موانع را شاید چند دقیقه از اینجا بردارد. خب ما منتظر میشینیم و دقیق معلومات نداریم. این تمام جزئیات و معلومات از شاروال تازه تقرر ولایت بلخ میشنویم و ناگفته نماند که شما میفهمید در مزار شریف یک کسی دیگه آمده فعالیت های یوتیوب میکند که همتون با او شیره آشنایی دارین. کسی که از بلژیم آمده بود که در این روزا مردم بلخ واقعا برای ما هم یک ذره مشکل ایجاد کرده. حالا کلی مردم از روی از دمام سعی میکنه. به هر صورت ببینیم اگر این روز اینجا تشریف آورد، اگر همراه ما مصاحبه کرد، ما چند سوال از پیش میکنم. سوژه یک سوژه است، اگر آمد ورم چیزی گفتن اما بین پردازش به سوژه را ببینیم که چگونه است. ما چگونه گزارش میگیریم و ولی جنابی که می او چه رقم گزارش میگیره. این را دیگه در بالای برنامه برای شما با تصویر میکشیم. با ما باشید. بیننده عزیز، ما با یکی از هموطنان عزیز ما که سالهای سال در اینجا زندگی کرده نظرشان را در رابطه با پروژه امروز یا موضوعی که قرار است اینجا شاروال او را برگزار بکند پرسان میکنم.
کاکا جان سلام علیکم. سلام خوب هستید؟ چا داره بشینید. خوب هستید؟ بخیر صحتمند؟ شب روز بخیر بگذره. شکر زنده هستید. سلامت باشید. نامتان؟ نام ما عبدالرب است. عبدالرب رسول سیاب. کاکا عبدالرب چند سال میشه که در اینجا زندگی؟ ما بابای ما میجا بوده 400 سال میشه که زندگی میکنیم. اولی از خودیم از اینجا اولی داریم. ما خودیم 80 سال است. بله. در حکومت گذشته گفته می شود که از این سرک استفاده کردن نمی‌تونن که مردم عام اصلا اجازه نبود که از اینجا عبور بکنن. شما می‌گویید یک کسی از اینجا زندگی کرد. یعنی موضوع را تایید می‌کنید راست؟ بله عبور مرور نمیشد. پیاده را بعضی پیاده را میمون بعضی کسایی که خطرناک بود یا مزاحم میشد نمیمون شک میکرد نمیمون موترش نمیره بند بود. کسایی که در این اطراف خانه داشتن مثلا اگر میمان میامد شاید بسیار مشکل میمان باید اجازه میگرفتیم زمین های ما ارزان سودا میشد اینجا اون 110 سودا شد اگر همین نباشه دروازه و میچرا نباشه 200 سودا میشه نصف قیمت سودا میشه. امروز حکومت امارات اسلامی افغانستان موانع را برداره و این سرک برای تمام مردم باز بکنند. ما خوش هستیم دولت اسلامی خوش هستیم که راه را باز کرد و مرور میشه زمین ما قیمت پیدا میکنه یک سودا را که ما میاریم شونه کده میاریم خیر تا اینجا در پشت خود میاریم این فایده است زنده باشه دولت اسلامی ما خوش هستیم امروز راحت هر کس میتونه از بله سرک استفاده کنه. مهمانهای ما را نمیماندن دیگه میکردن ولی آرام هستیم شکر خدا شما را داشته باشن کاکا جان. زنده باشین سلامت باشین. همه که زنده باشه دولت اسلامی پایدار باشه جوان همیشوانتان فقط مثل یک کسی نظامی باشین. اسلامی بودم دیگه ما صاحب منصب بودم لالو پنج خونه بودم نیت همون معلوم شد. جان زنده باد سلامت خانه آباد بخیر باشین. بنیده از این قسمه که گفته بودم که آقای جمیل قادری هم آمده امیل لحظه پیش شاروال است با اول کار از اونا رو شروع بکنه باز ما بیچاره و غریب دیگه در آخر تلاش میکنیم که مصاحبه شاروال صاحب نظر و دیدگاه شاروال صاحب با خود داشته باشیم. امیل لحظه موتر تصمیم گرفته که این موترهای این موانع رو برداره و اون طرف مسئولین است و شاروال است و آمرین ناحیه هستن. یک ذره طرف بیا این طرف بیا پیش برو لالا جان برو که حالا ما مزاحمت نکنیم. بریم تصویرهای از اونها رو میگیریم باز همراه شاروال صاحب حتما مصاحبه میکنیم و نظر و دیدگاه شاروال صاحب در رابطه با این برداشتن این موانع حتما میگیریم. با ما باشید ان شاءالله گزارش خیلی جالب میگیریم. بنیده عزیز دیگه ما نفرای غریب هم ایستاده هستیم باز که جمیل قادری یک کارش خلاص بکنم با شاروال صاحب باز ما حتما صحبت میکنم روشن دیگه قرار است که همین لحظه امیر ورداره و این سرک برای آورین باز بکند. منتظر هستم که کاری از او خلاص شد بس ما کار خود شروع میکنم. با ما باشید. بیننده عزیز قسمه که در لابلای برنامه براتون گفتم خوشبختانه با شاروال ولایت بلخ هستیم و در رابطه با برنامه امروزی از جناب شاروال صاحب اطلاعات حاصل میکنم. جناب شاروال صاحب سلام علیکم استری مسی. و علیکم السلام. جور بخیر صحتمند بخیر شپیروز بخیر تیریجی سلامت اوسه خیر اوسه. پایاد میدی چې موږ په تیر نظام کې په دغه مزار شریف کې ژوند کوي د دغه سړک څخه عام وګړو استفاده نه سو کولای موانع او هیڅ اجازه نه و چې د دې سړک نه دغه تیر شي لارسي. نن فکر کوم کوم خاص پلان او برنامه د پر راغلس کې داس هیوادوال ته لږ معلومات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې تاسو ته شرغلاس وایو. سلامت اوسه جناب تاسو دلته د صحیح ترالی او دا کوم پروګرام او برنامه چې د خبري کوشش کړو واستله. مننه کور ودان. ثانیا تاسو ته معلومیږي چې د شروالي د مهم اهداف څخه یو د سړکانو خلاصول دي بل د پیاده رو خلاصول دي. بالکل. نو د مزار شریف شروالي ودیته متحده ده ژمنه ده او خپل ولس د اطمینان ورکي چې ان شاء الله د مزار شریف په شهر کې چې هر ځای داسې موانع چې هغه ولس ته د مزار شریف قدرمن شهریان ته مشکلات پیښ شي هغه به ان شاء الله ګام په ګام اساس
موږ ټول لري کوو. او نن پلان دی له خیره سره دغه موانع هم دا اوس موږ تاسو وینئ دا ټوله له منځه پروتوکول کېږي د خیره. و دا موانع چې دا خو یو قسمت موانع دي، یو قسمت د کوڅې په هغه سر کې دي، یو قسمت په هغه طرف ته د اسحاق راګزر په نامه د کور مخ ته دي. دا به ټول انشاءالله لرې کېږي. همداسې په ښار کې موږ ګورو چې هر چیرې ولس ته و ملت ته و د مزار شریف قدرمنو ښاریانو ته مشکلات دي د پیاده رو باندې سړک باندې انشاءالله هغه به ټول لرې کېږي. اختر هم را روان دی. د اختر لپاره ښاروالۍ څه پلانونه نیولي د ښار د ښایست لپاره؟ تاسو خو پوهېږئ چې په ښار کې د افغانستان د ټولو ولایاتو څخه خلک په چکر راځي اختر مزار شریف ته. څه ترتیبات مو نیولي د ښاروال صاحب؟ موږ لله الحمد د مزار شریف د ښکلا دپاره، د سرسبزي دپاره، د صفایي دپاره په دروس وربخښو کې انشاءالله زموږ مسلکي او بیداره پرسونل توظیف شوی دی. نو انشاءالله موږ پوره آمادګي لرو. همدا اوس یعنې کار روان دی له خیره؟ روان دی و تقریبا که داسې درته ووایو چې ټوله شپه زموږ کار روان دی. ماشاءالله شپه ورځ. انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې د مزار شریف ښار یو پاک صفا ښار، یو ښکلی ښار، یو سرسبزه ښار ځینې جوړ کړو. به به ډېره مننه. کور ودان ښاروال صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان خیر. بیننده عزیز امین از در تصویر میبینید که مسئولین شاروالی شهر مزار شریف موانعی که در سرک بود اونا را بر میداره و سرک بر روی تمام آبرین باز میسازه. این اقدام شاروالی مزار شریف تحسین میکنیم. شکر الحمدلله. حالا با بودن امنیت دیگه نیازی به این موانع، نیازی به این دیوارای استنادی قسمی که در اینجا در تصویر میبینید نیست. شما صحبت های شاروال صاحب هم شنیدین. اونا گفتن که در هر جایی که موانع به خاطر عبور مرور مردم بود ما اونا را بر میداریم و تمام جاده های عمومی و فرعی را بروی شهروندان شهر مزار شریف باز میکنیم. یک اقدام خیلی خوبی است. ما کارشان را تحسین میکنیم و امیدوار هستم که در جای برسیم که دیگه هیچ نیاز حتی به برداشتن سلاح به خاطر تامین امنیت جانی ما هم نباشد. ما میریم با بعضی از کلانتر صاحبا هم حتما چند لحظه صحبت میکنیم و نظری از اونها هم در رابطه با این برنامه میگیریم. بیننده عزیز، با یکی از چهره‌هایی که در سوشال میدیا از خود نام داره و تمام مردم با چهرهش آشنایی دارد، خوشبختانه در برنامه امروز با اینا سر خوردیم. من نمی‌فهمم که اینا از کجا آمده و اینجا چی میکنن. قادر صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند. صحتمند هستین. جان شما جور سلامت باشید. شما را خود مردم انتقاد میکنین ولی ما را خدا میدونه که چی خواهد گفتن اینا. خب در قدم نخست ما از دریچه کانال شما سلامای خدا و احترامات خدمت یک بیننده های شما تقدیم میکنم و بر شما همچنان. قادر صاحب سلامت. اسحاق صاحب ما نباید پشت گپ مردم بگردیم. برای ما یک مسلمان واقعی، یک افغان واقعی، یک کسی که دزد و خائن راگیر و این چیزا نباشه انتقاد کرده باشه او را برای من نشان بدین که یک انتقاد سالم کرده باشه که ما آموخته باشیم. در غیر صورت از تاثیر ما استفاده میکنه بگذار که بکنن. چی یک جوابی منطقی. امیدوار هستم که شما جوابتان نگرفته باشید. اینجا چی میکنین خودش؟ اینجا اینمی سرک امی کوچه مربوط استادتا میشه و امروز این موانع ها انشالله که برداشته میشه و ما همینجا آمدیم تا که این را به تصویر بکشیم. اسحاق صاحب من پیشتر با یک پیرمرد که 80 ساله بود در اینجا مصاحبه کردم. شاید شما گپایشان نشیدین. بله. خودتان می‌نویسید یک کسی که حتی اگر راهگذر هم نیست می‌نویسید یک شهروند از این اقدام حکومت خوش هستین یا نیستین؟ ما خب بسیار زیاد خوش هستیم. ما می پیام خود در ویدیوی که ثبت کردیم با شاروال صاحب مصاحبه کردیم از طریق کانال ما همچنان ان شاء الله پخش میشه. در اوج صحبت کردیم. در اینجا باز هم میگیم که این سرک مربوط استادتا نبود. این سرک مربوط ما هم است، مربوط شما هم است، مربوط تمام مجاهدین و تمام مردم افغانستان است. پس استاد عطا محمد نور که در پیشوند نامش استاد بود و نام خودش نور است که یعنی روشنایی، اما بی کارشانه که چی کار انجام داده بود و ما در اروپا بودیم که طرفداری از حکومت میکردیم. البته طرفداری از حق میکردیم اسحاق صاحب و ان شاء الله تا که زنده باشیم طرفدار حق میباشیم. اگر روزی ببینیم خدای نکرده این حکومت هم یا بعض افراد به سمت سوی خراب میره و اگر ما تواناییش داشته باشیم حتما صدای خدا بلند میکنیم ان شاء الله. کوچک برای بعض جوابتون که میگه که شما دیپورت شدین اگر اجازه تان باشه. خب من یک گپ میزنم از طریق کانال شما که امی ویدیو هم وایرال شوه. درست است؟ ما یک $50,000 میگذارم و یک $50,000 یک مرد دیگه هم بگذاره
در صورتی که اگه ما کدام مرد هر کس چالش برای اوپن چالش برای تمام مردم افغانستان، برای کسایی که میگن ما دیپورت شدیم، در 10 روز آینده، در 15 روز آینده، در 5 روز آینده نظر به تیکت طیاره 50,000 یورو را دلار را بگذارن. اگر رفتم 50,000 یورو را ما میگیرم، شرط آرام است، اما برای فقرا توزیع میکنیم. اگر رفتن نتونستم 50,000 یورو را در هر صرافی در هر جایی که بگوین من خدمتشون تقدیم میکنم تا که اونا بگیرن به فقرا توزیع کنن. 10 گز 10 میدان، 10 گز 10 میدان گفته مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد. ما جواب این مردم که نمیتیم به خاطر که بار بار اینا را شکست دادیم. اینا توطئه کردن که ما 10 سال زندانی شدیم. اینا توطئه کردن که ما جمیل قادری را نمیفهم که اینقدر جریمه کردیم. وطن ما آمدیم به خاطر مسائل شخصی و بسیار زیاد خوش گذشت. الحمدلله خوش هستم. هر وقتی که دلم شد پس برمیگردم. افطاری با ما میمان میشید؟ سلامت باشید. همین میمان نوازی مردم مزار رو میخواین به تصویر؟ میمان نوازی مردم افغانستان در کل الحمدلله که در جهان نام داره، علل خصوص سمت شمال و جنوب و غرب و شرق همه جا. خوب ملینگ داره. ماشم خورد. ان شاء الله باز میایم. شورانی میایم در خدمت. سلامت باشید. خوشحال شدم. همین قسمت آلخ ما خو از دان ما گپ کشیدی صاحب. همین قسمت چالش خوب وایرال کنین تا که به گوش تمام کسایی که میگن دیپورت شده، کسایی که گفتن دیپورت شده رفتن نمیتونه، بلژیم اخراجش کرد، چی کار چی رقم، امیر وایرال کنین که اگر واقعا شیر مادر خود خورده، اگر واقعا غیرت داره، اگر واقعا مسلمان است، افغان است، بیا نر ور استاد شوه. اگر نمیشه دیگه الا کنه رد ما را چی کنیم؟ ما خو ثابت شده هستیم الحمدلله. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده عزیز، در اینجا با بعضی از هموطنان عزیز ما هستیم. به همراهشان در رابطه با برنامه امروز چند سوال میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ برادر. خوب هستید؟ شب و روز بخیر میگذره. زنده و سلامت باشید. سلامت باشید. نامتان؟ شمس‌الدین بیگزاده هستم، وکیل گذر 01 ناحیه 4. مربوط همین منطقه میشه؟ نه، اینجا این منطقه هم جوار است برای ما. نزدیک است. نزدیک است. بله. از برنامه امروز شاروالی حتما خبر داریم. بله خبر داریم. بعد از سالها موانعی که در این سرک بود برداشته می شود. ما شنیدیم میگه در گذشته ها برای مردم عام اجازه عبور و مرور از این سرک داده نمیشه. شما شاید در روز زمان هم وکیل گذر بدین یا اطلاعاتی داشته باشید. یک کمی جزئیات اگه به هموطنان عزیز ما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال نیکی کردین. در اوایل که ما وکیل گذر نبودیم معلومات داشتیم که جاده بر روی ترافیک بند بود، به خاطر که خانه سعادت محمد نور بود. خوش. از اینکه موضوعات امنیتی بوده، هر چیز بوده و ربطی به خودش داره. بله. بر مدت بیش از 10 سال یا 15 سال میشه که جاده بر روی ترافیک بند بود. فعلا خود شما شاهدش هستن که آقای شاروال صاحب محترم، امیر صاحب نایب و وکیل صاحبای ناحیه 4 اینجا حضور دارن. فعلا این جاده از یک طرفه بود، جاده بر روی ترافیک آزاد میشه، این موانع برداشته میشه. بسیار از اظهار خوشی از شخصا خود ما که من حیث وکیل گذر هستم و تماما اهالی یک بسیار اقدام خوبی کردن. بله، همه مردم بعد از این دیگه راحت و مرور میکنن. بله جاده آزاد شد، چون که ختم یک چوک به حساب چوکدک مرکزی این طرف شما فهمیدین روشن پلازا یک سرک کلان بر روی ترافیک بند بود. فعلا در مدت چندین سال که بند بود، فعلا از بند باز میشه، از مشکلات خلاص میشه. بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. سلام علیکم. بیننده عزیز، همین لحظه در تصویر میبینید که مسئولین شاروالی این موانعی که انشاء بودن بار میکنن به اون موترها دیگه. این سرک خیر باز میشه. این طرف چند موانعی است ایران میگیره و طرف خانه اسحاق رهگذر بعد از والی سعادت محمد نور که او والی شد، شاید اون موانعی که در اون سرک هست شاید اونا هم برداره و تمام کوچه های فرعی را برای آبرین باز میکنه. این که بر میداره یا نمیداره دیگه ما منتظر میکنیم اونجا حتما بریم و اون تصویر حتما برای شما شریک میسازیم. بیننده عزیز، این خوشبختانه اینمی موانع ما برداشته شد. حالا دیگه موتر بار میکنه و این سرک دیگه بخیر باز میشود.
ما میریم یک ذره پیش چند موانع دیگر است او را ما تصویرش میگیریم. باز بخیر با شما خداحافظی میکنیم. چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدهید که ما سخت به حمایت شما ضرورت داریم. بدون حمایت شما ما دیگه واقعا هیچ هستیم. با شما میفهمید که چینل گذشته ما از بین رفت، حالا یک چینل دیگر تازه دیگه 20 روز میشه فعالیت آغاز کرده. با حمایت شما دیگه ما خیلی ضرورت داریم. ما میریم یک ذره پیش ببینیم که اون طرف هم موانع را برمیداره یا نه. این را باز به تصویر میکشیم. بیننده عزیز، قسمی که در تصویر میبینید در این لحظه موانع را ور میداره و در داخل این موتر میمانه و از اینجا انتقال میدهد. بیننده عزیز، این سرک هم میرفت به طرف خانه اسحاق رهگذر، ولی که بعد از وسادت محمد نور والی ولایت بلخ شد و شهروالی تصمیم گرفته که این موانع را برداره و این سرک هم باز بسازم. یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما با هیچ کس مشکل نداریم. ما به موضوعات سیاسی و قدر نمیپردازیم و اصول ژورنالیسم برای ما هم اجازه را نمیده که خدا نخواسته به کدام رهبر سیاسی توهین بکنم یا به حریم خصوصیش تجاوز بکنم. فقط هدف ما هدف تمام مردم عام است. یعنی کسی که از این سرک استفاده میکند، فوکس و تمرکز ما سر از اونها هستند و شاید شما اکثریت برنامه را این را دیده باشین که ما در این موضوعات اصلا قدر دخالت هم نمیکنم و دوست هم ندارم، چون ما یک افغان هستیم. هر کس که هر کار کرده او را تاریخ قضاوت میکنه، او را مردم قضاوت وقت کرده و بر مردم هم معلوم است که چی سفید است و چی سیاه است و ما این صلاحیت هم نداریم که بگیم که این سفید است و این سیاه است. این را بان خود مردم قضاوت بکنن. ما هم باید خداحافظی بکنیم تا فردا. همگی شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. خداوند حافظتان.